الان امروز منم که داره میگذره اینجا احساس میکنم که حاجی دارم بهترین دوران زندگی خودم رو در سن 36 سالگی میگذرم. برسم به کجا؟ به چی؟ به کی؟ که چی؟ من این آفتاب امروز رو دیگه نخواهم دید. این آفتاب امروز رو من دیگه نخواهم دید. بعد بشینم از الان اینو نگاه نکنم، این آسمان زیبا رو نگاه نکنم، این انسان‌ها رو نگاه نکنم، بگم وایسم من باید وضع من خوب بشه، برم بورلی هیلز بوگاتی بخرم، بعد بیام تو کله خودم بزنم بوگاتی فلانی پایین چرخش مروارید داره، اون چقدره؟ کسم خودم اگه خدا رو 100,000 مرتبه انسان ها رو من قلبی میخوام. فالو بالو مالو رو بگیر بگاه، چون وگرنه یه رابطه باید بین ما باشه به اسم اینستاگرام. من اون رو نمیخوام. نه من قلبی میخوام با آدم ها کانکت باشم. اصلا نمیخوام کسی وسط ما باشه به نام سوشال مدیا.